انسانهایی که به دیگران ظلم و ستم میکنند، مال مردم را بناحق میخورند، یعنی از راه دزدی و غارت یا از راه زورآوری و سوء استفاده از رتبه و منصب مال مردم را میخورند و یا کسی را میزنند، خوب گوش اندازند. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند زن به خاطر گربه‌ای که حبس کرده بود داخل دوزخ شد. نه خودش به گربه طعام میداد و نه او را رها میکرد که از حشرات زمین بخورد. سبحان الله، ببینید که زن به سبب ظلم کردن به یک گربه داخل دوزخ شد. پس خوب اندیشه کنید که ظلم کردن به انسان چگونه است. چگونه است ظلم کردن به کسی که در نیمه شب برمیخیزد و دستانش را به سوی پروردگار عالمیان بالا می کند و بر علیه تو دعای بد می کند. آیا از دعای بد مظلوم نمی ترسید؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمودند ای معاذ، از دعای بد مظلوم و ستم دیده بپرهیز، چون که بین او و بین خداوند پرده ای نیست و به شک دعایش اجابت می شود. و در حدیث قدسی آمده است که خداوند در شأن مظلوم و ستم دیده می فرماید لانصرنک ولو بعد حین، قسم به عزت و جلالم که تو را پیروز می گردانم و حق تو را از ظالم و ستمگر می ستانم، اگرچه بعد از مدتی باشد.